اسنپبک یا مکانیزم ماشه تأثیر روی حساب بانکی یا اخذ اقامت ما در عمان یا امارات داره یا خیر؟ واقعیت اینه که اسنپبک یا مکانیزم ماشه یک مکانیزم تحریمی برای سیستم بانکی و بعضی از سیستم‌های خاص مثل هسته‌ایه. حالا مثلا کشتیرانی هم شاملش ممکنه بشه، ولی ربطی به حساب بانکی در اون بانک‌هایی که ایرانی‌ها توش حساب باز میکنن مثل سوهار یا مسقط یا نزوا یا بقیه چیزا نداره. در امارات هم همینطور. یعنی شما هیچ نگرانی از بابت حساب بانکیتون نباید داشته باشید. این رو به جرئت بهتون میگم چون از خود بانک‌ها و از خود سرپرستی‌ها براتون سوالش رو گرفتم و مطمئن و موثق دارم خدمتتون میگم. ولی اون چیزی که ممکنه نگرانی ایجاد بکنه از این به بعده. یعنی اینکه آیا از این به بعد شرکت ثبت کردن در عمان و امارات سخت‌تر میشه یا خیر؟ به نظر من سخت‌تر خواهد شد. اینه که میگم اگر میخواید شرکتی رو ثبت بکنید یا کار رو انجام بدید وقتش الانه. پس بهتر اینه که زودتر کارتون رو انجام بدید. اگر نیاز به مشاوره هم داشتید این پایین برای ما کلمه مشاوره رو ارسال بکنید، بچه‌ها باهاتون تماس میگیرن.